توجیکستانی نگفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. اکی محمد اقبال نام داری ها؟ نه امام علی رحمان فهمم. ما تماشا کردگی نبودم، خطا پیشتر نه یکم برای در اومدم. بله گبزه. بله. ما پیش راستی گپ بگم که در گروه اوانگارد بودم. مقصد به حد خدمت کردیم، در اون گروه کار کردیم، فعالیت کردیم. دوده همون گروه بودیم ده. بعد مدتی وقت گذشت همه فهمیدیم یا چی گپ بوده چی بوده. وقتی انا ای دانشگاه دا که میخوندیم بعد دوم سوم کورس که سوم کورس چهارم کورس دیدیم بعد فهمیدیم ده ما چی بوده که در ام وی دی اکا وظیفه ما در ام وی دی دو تا کابینت اکا در یک تش دو تا کامپیوتر در یک تش 6 تا اکا نگاه کی اکا که 24 ساعت ما همی شما را گروه 24 را مثال او وقت عزت امان بود، عزت امان عبدالرحمن 09 ازدا تیوی همه شما در مثال براوزر زدگی تیار موندگی کانالاتون دمی بدم ابنوید میکنه که چیزایی نه پرتوف وای در وجده چی دوران مقصد که پستایانی دیجورنی هسته پستایانی 24 ساعت دیجورنی شبو دیجورنی میستن بچه هر شب برای یکی ما لوگوی برنامه پرتویم باید اونو بفهمانه بازی دیمه اگون چیز بنویسن بکنم تا ما خدمه که با کمیش ممکن در همین پستوی خود مثال در دیگه گروه ها با کمیش در همین 3 سال یک 3-4 هزار کمیتر ممکن نویسید باشون ده. یعنی که میگفتن تو که کامنتاری حقارت بنویسی؟ اکه حقارت نمیگفتن گپ چیزی اکه میگفتن اما مثال خودتون یک طرف نشون تین که مردم مثال نفرت پیدا نکنند در شما یا خیلی گپ نویسین که مثال گپ خوب باشه یک چیزی نویسین که مثال همین چی میگه چیزی بنویسین انا سیلکه دا جنگ شهروندی بکنین. فهمیدی؟ یعنی که هر کاری که میکنن ما محمد اقبال میگه دیگه گروه های مخالف میگه شما یک کاری کنه که توش بتیه با جنگ سال 92 برای که اگر ایو گپ زنن اگر پیشوی ملت براوه جنگ سال 92 میشوه همین خیلی؟ هو بعد اینه اوانگارد یگون تهمت نیست. بچه هایی که مثال می برآمدن برآمد میکن خاک خداوند ببخشه ما را که همین فیروت کردن همونجا مجلسگاه داشته بوده مجلس پیشی بخاری زاده گفتنی آدمای پیش همون فیروت میکنن اون نبود خودش بعد دیگه آدم اومدن مثال گپ در سر این رفت که ما را اینفرماسیون قطعی زده استن چی با شما کار نمیکنه چی با شما انا یگون استاتیا نمی نویسی خیلی مرا استاتیا نویس مثال ویبر کن چی کردن بعد ما گفتیم خیلی بازی هم میگوی مهاجرو گپ در مهاجرو رفته و گفتیم مهاجرو مثال بسیارش نمیفهمن نمی چیزا ما باید خودمون کانال داشته باشیم ما همیشه گپ زدم ده میدونی که در روی ما چی گفتن فیروزش هم بود دیگه هم بود تا ما زنی مهاجرو را فلان کردگیم فهمیدی یک مهاجرو ما زنی مهاجرو را فلان کردگیم انا همین است که بدبختی خب بعد دوامش بعد مقصد ما گفتم چی بای خیلی میگی شما ای خیلی ما پدرم وقتش مهاجر بود تقوام مهاجرن برادرام مهاجرن همه برای یک تش ما گفتم برادرن احترام گفت که کاغدو تاکی خدمت دولت خدمت برادرو تکادستی گفتی همو با همین گپ گو خا کما نخ میخوام تهمت کنم وزیر او همین ممکن همو گفتگی باشه بعد همو آدمی که بود سیفلون داره همو آدمی همین گپ حقارت گفت بس فیروز گاش گفتی گفتی همو وزیر وره همین چی توجیکو را گفتنده مثال اگه توجیک که گفت توجیک کنته مثلا هم خیلی چکنده توجیکوی کنته را کنتگی را بس کرده ایسان هم خیلی تیپ هم خیلی معنی ده بعد ما همونجا حیرون شدیم گفتم این فقط این وزیرش توجیک نبوده مقصد که میفهمیم او وابشه چون چی ملت کنغرود بوده چون چی بوده وزیر هم شما یعنی که
тоҷико чӣ кор кардестан нафаҳмидем. И бо чима иши гапи нав бо итари гапо нафаҳмидам. тоҷико қунте бидан мақсади бо ай қунтеги аки қафо гаштестан. Ма инами гап. бибинед дар вазорат корои дохилӣ нисбати миллат чӣ мерава, муҳоҷироро фалон мекунанд. ӯ одаме ки и гапа гуфт чӣ рутба дорад, чӣ вазифа дорад? агар хато накунам рости гап ака рутбора хушрӯ намедонам, як зиёдзишкаи калон майёр мешавад. майёр майёр